حاجی کیت فصل بعد بارسا رو دیدی؟ اصلا ببین معلومه داره چمپیونز لیگ میاد. آقا رئال نکن طلایی آورده واسهتون. آقا آقا بیا ال کلاسیکو رو ول کنیم، بایرن رو نیا کن، اصلا اباعت رو نیا کن. بحث نکن، دورتموند رو نکن سیاه شده کیت دومش. آقا اصلا بیا کیتا رو نمره بدیم. هستی؟ بیاریم. از عالی تا افتضاح. خب بیا اول از کیت دوم بایرن شروع کنیم. هستی آقا؟ بیاریم حاجی. خب تو چند میدی؟ چه رتبه‌ای میدی؟ من خدای نکن برای کیت دوم خدای خیلی خوشگل. آره خوب دیدیم بهش. خوب. منم خوبه رو آفرین. هم ببین اصلا قراره این بایرن واسه هریکین جام بیاره، اصلا معلومه. آره حاجی مثل امسال. خب بریم تو سراغ رقیبش. دورتموند. لباس دوم اینم آوردم که برابر باشه آقا. لباس دومش آشغاله. قبول دارم. اصلا میباره تو خراب کردی همه چیز و خودت، توی که زدی زیر قولت. حاجی یه بریم انگلیس. اینو نیا کن. تو اینو نیا کن. مثل سال قبل دیگه. آره همیشه اینی بوده. آقا نمیدونم چرا بعد رونالدو منچستر یونایتد اصلا یه جوری شده. کیتاش اصلا عوض نمیکنه، همش همینه. آره فوقش 2 تا خط اضافه میکنه همین. اون که لیورپول بود. خب آقا فرق نیست. بیا اینو من میگم بذارم. حالا شون همیشه این بوده متوسط. آره آقا همیشه این بوده دیگه بی غیر از این چیز دیگه این آقا نبوده. ببین نظر ماسا تو کامنت ها هم شما بگین. خب یوونتوس هم مثل یونایتد دیگه فرق نمیکنه. نه آقا یوونتوس رو من میدم خوبه. بده کدی. نه خوبه آقا، بد و خوب متوسط. ببین میدونی الان بریم سراغ چی آقا؟ آقا فرض کن یه دونه دوش آب گرم گرفتی اومدی بیرون، بعدش چی میچسبه؟ بهترین، یعنی ببین یکی از بهترین تیمای امسال کیتشو نگاه کنی بری بخری، ببین چند میدی؟ نه خوبه. چیه اسپانسر نداره حتیش. ببین اسپانسر نداشتن بهتر از اصالت نداشتنه. بده دی. خب ما خدایش قشنگه، خوب میدم، من قبول دارم. بریم سراغ رقیبش آقا. من ببین اینجا مریضم، نگاه کن. اول این دوتا رو آوردیم، بعدش میخوام آرسنال چلسی، بعدش ال کلاسیکو، بعد میلان. اصلا تو کامنت ها بگین برنده اینه چی میشه. بریم آرسنال قبول دارم. چیه؟ ارو رئال کپی کرده. زایس معلومی آقا کوری همون یونایتد دادش، همون یونایتد قبول دارم خوده، ولی ارو رئال کپی کرده. اما اینا من واقعا بدم میاد از این تیمای خود. اما این یونایتد و آرسنال لیورپول هر سال همینه. آقا بیا مثل آدم از انگلیس و اینا خارج شی، یه ال کلاسیکومون نشه. بیشه حاجی بیشه. آفرین منم قبول دارم. آقا برام مهم نیست آقا. ببین این چون که هر روی ببرم فوش میخورم. بهترین آفرین بهترین کار ممکنه کردی. آقا چی میخوای؟ به خاطر این کار یه لایک بهمون نمیرسه آقا، یه صابمون نشه. خب آقا بریم سراغ چی آقا؟ اینا گذاشتیم دیربی شهر میلان، بال چپ مایه. آقا این که دیگه بحث داره، هر سال این بالا قبول دارم. آقا ولی میلان یکی این احساس میکنی طرف بدم نیست، افتضاحه. نه آقا نیا کن احساس کنی طرف نه آقا نه تو اینو نیا کن، اکثرو اصلا احساس میکنی توش موزه. نه آقا نیا کن قرمزه، بعد سیاه به سبزه، لجنی آمد آقا. ببین یعنی من نمیفهمم منطق این سبزه چیه. طرز تفکر تو کامنتا آقا طرز تفکر میلان رو نیا کن. بهترین ترکیب رنگ تاریخ آورده. این پایین که استفراغ. مثلا اینتر رو کن آقا خدایی شمایل. آقا اگه موافقی که چمپیونز لیگ تارمی با اینتر میبره لایکو بکوب آقا.
آقا لایکو بکن، خداییش قبول داری لایکو بکن. آره اگه کلا از این ترکیبی که ما چیدیم خوشت آقا، اومده آقا. ساب کن دیگه. ببین بین ساب این سه تا نکنی متوسط- واقعا گوش کن. بین این سه تا متوسط میخوام یکیشو بیارم بد، مریضم. بگوش دکتر. ببین ما این سه تا رو میبینی، خب سه تا موته به در نخورن، یکیشون باید بده پایین. من میگم قطعا یونایتده. آره بابا من خسته شدم این چرا همش اینجوریه، پورتال میدونی. فقط کیت دوم عوض میکنین. ولی خدایش آقا دقت کردین کیتای دوم از اول قشنگ‌تر میشه. تازه فهمیدی؟ خب آقا یه پایان ولی چه جدولی شد. خب تموم شد دیگه. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.